بابا همش میگه تیکم داری سیما ماسه مداش برای پش کردن اتاقا. چرا تا حالا نگفتی؟ یه هفته است دارم میگم این خیالته. به کی گفتی؟ به خود شما. آقا جون مرد حسابی مگه نمیبینی زن بچم دارن تو خاک خل زندگی میکنن؟ چرا کارو تموم نمیکنی؟ خودتو ناراحت نکن صادق. مرد حسابی هم خاله دستی. وقتی دستم خالی واسه اینجا جنوایی رو نگاه کنم. نمیخواد منو نگاه کنی. کارت کن. چرا حرف زور داری میزنی؟ وقتی پول نداری میخواد میکنی ساختمون میسازی. بی خود تموم وجودت مرد دیگه. چی داری میگی؟ خب راست میگه. هر کاری برای خودش لوازم میخواد، مصالح میخواد. حرف حساب که جواب نداره. با دست خالی که نمیشه خونه ساخت بابا. اونم این قصر کرملین لقمه گنده تر از چی میگی خانم؟ مگه من از شما تا حالا پول گرفتم که انقدر غر میزنی؟ تا حالاشو جور کردم، بعد از اینش هم جور میکنم. خواهش میکنم بی روغن سرخش نکن. تو اگه راست میگی برو قصد فرشا رو جور کن، 2 هفته از عقب افتاده. ببینم آقا جون، به صندوق سر زدی؟ بله رفتم، اما فایده ای نداشت. برای چی؟ مگه چقدر میخواستی؟ مقدارش که براشون مهم نبود، میتونست قابل پرداخت باشه. اما کارمون از جای دیگه لنگ بود. الهی و امید خودت از دست خالی برگردی. اگه مدارک تو زودتر آورده بودی همین الان بهت پرداخت میکردم. خب ببینم سفته آوردی؟ اینهاش. امشب بعد از نماز میتونی بیای. باشه میام. امشب بیا. چشم. باشه با اجازه. به سلامت. امشب بعد از نماز یادت نره. ببخشید ما چی کار کنیم؟ چی رو چه کار کنیم؟ بامو دیگه. آخه شما دیروز فرمودین که بعدن بیام. گفتم بعدن بیای، نگفتم که فردا بیای. الان موجود کمه. اون مقداری که شما میخوای باید صبر کنی. حاج آقا دیگه واقعا داریم کم لطفی میکنین. آخه قربونتون برم، شما من زیاد نمیشناسین، پدرمو که میشناسین، با هم رفیق بودید، آشنا بودید، رفت آمد داشتید. بله مخلص پدرتم هستم ولی موجود نیست. اینجا نه، برو اون بر. بله چشم. اگر نیست پس چرا به این دادید؟ به کی؟ همین که پیش از پای من اینجا بود. لا اله الا الله. اولا ایشون مدت هاست که تو نوبت بوده، برو اون بر. ثانیا با اینکه جبهه بوده، مجروح جنگی هم هست، بازم راهی جبهه هست. قبول کنید که باید کارشو راه انداخت، حقشه. ببینم شما تا حالا جبهه رفتید؟ بله که رفتم. جدی میگی؟ عجب، من نمیدونستم. البته اولای جنگ بود، درست زمان دانشجویی. صحیح. بله، خاطره‌ای که هیچ وقت فراموشش نمیکنم. نترسلای خواب دیدی؟ وحشتناک. خواب دیدم تو رفتی جبهه، یه تیر گنده بهت خورده. زخمی شدم؟ نه مردی صادق. بله دیگه، با این فکر رو میخوانی که خوابشم میبینی. حتما میخواد از شرم خلاص بشه. نه آقای مشکینی، شما اشتباه میکنید. بهتون بگم حاج آقا منصوری رو من از قدیم میشناسم، نیت پاکی داره. منتها شما باید تواضع رو کنار میذاشتید و بهش میگفتید که منطقه بودید. بله، اینجور چیزا گفتن نداره، برای شما میگم، هر جایی که نمیگم. در ثانی کاغذ و مدرک میخواد، ما هم که نداریم. خب میتونستی یکی رو پیدا بکنی که شهادت بده. بله، ولی متاسفانه شاهد من موقع دیدنم خواب بوده. خواب بوده؟ یعنی اینکه منظورم خودم هستم. اون لحظه از فرط حیرت تو خواب و بیداری بودم و شاهدی هم به اون صورت وجود نداشته. صحیح. با این حال من مطمئنم اگه حاج منصوری پی به اخلاصی که در وجود شماست میبرد، قضیه فرق میکرد. اختیار داریم. ما کوچیک شما هست. هیچ وقت روزی رو که با شما آشنا شدم یادم نمیره. بله. ما هم همینطور. اینم آقای مشکینی، همکار جدید واحد. از امروز در خدمتشون هستیم.
ایشونم آقای کمالی هم دلاور واحد فیلمبردارا، بهترین تصویربردار جبهه و در واقع این آقا بکتاش پیازداغشو زیاد میکنه، اینطور هم نیست. اینم مدرک چفیه یادگاری جبهه است. آقای کمالی هیچ وقت اونو از خودشون دور نمیکنن. بله بله، قطعا پاشونم توی جبهه آسیب دیده، درست میگم یا نه؟ بله دیگه، جبهه رفتن این چیزا هم داره دیگه. البته شما هم باید توی این سفر مواظب خودتون باشید. راستشو بخواید اون موقع هیچ فکر نمی‌کردم که شما هم اهل جبهه و انقدر مشتاق اومدن به این جور جاها باشید. بله بله، خواهش میکنم. آقا میگم یه وقت ما رو جبهه بنفرستی ها، من اینجور جاها نمیتونم برم. برنامه جبهه تو قبضه ایناست، خیالت راحت باشه، تو بخیلش خودمی. ضمناً من یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. چه مشکلی؟ خونم نیمه کاره مونده، پول ندارم تمومش کنم. دستم خالیه جون صادق، و الا مخلصتم هستم. از تو نمیخوام. ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی؟ بابا جون سابقت کمه، اداره بهت وام نمیده. بابا من 4-5 سال کارمند تلویزیونم، دانشجو بودم. باشه، باید کمی صبر کنی. اوه، از تو جلوترا تو نوبتن. شنیدم یه صندوق بچهای فیلمبرداری دارن که آره دارن، برای اونم باید صبر کنی. راستی همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیرشه. خب حرفش هم خیلی در رو داره، به جون صادق خیلی هم بهش احترام میذارن. اگه این بگه بدن تموم میدن. تو بهش بگو دیگه. واسه خیلی ها جور کردم دیگه، محل ندارم، یعنی کپونم پره. خودت باید دست به کار بشی. یه کمی وقت میبره اما ارزشش داره. آدم بدی نیست، باهاش رفیق بشی هوات داره. سعی کن باهاش رفیق بشی. باید باهاش حرف بزنم که خودمونی بشیم. راستی آقای کمالی، بله. میخواستم بگم منم اون روزی رو که قرار شد با هم بیایم جبهه هیچ وقت فراموش نمیکنم. راستش فکر نمیکردم یه همچین سعادتی تو خوابم نصیب من بشه. البته یه بار تو خواب نصیبم شده. به هر حال از شما خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اینجور چیزا دست بندگان خدا نیست، باید خودش بطلبه. بله، اتفاقا اینم از همون خاطراتیه که هیچ وقت نمیشه فراموشش کرد. سلام آقای کمالی. سلام آقای مشکینی، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. چه خبره؟ راهی هستین؟ دیشب یک عملیات وسیع انجام شده. برادرها دارن میرن جنوب. چه جالب. ببینم مگه خود شما باشون نمیرین؟ نه، دستیارم براش مشکلی پیش اومد. عجب. هرچند خط مقدم نمیریم، ولی برای تهیه گزارش باید بریم اهواز. باشه، البته یکم این طرف یا اون طرفش فرقی نمیکنه، مهم اینه که جبهه باشه. خوش به سعادتتون. اون وقت این دستیارتون که نیست با کی میرید؟ من شما با هم. من و شما با هم. البته سعی کردم یه جوری بگم که جا نخوریم. جا که خوردم، البته انتظارش نداشتم، یعنی قرار نبود که این حالت ها باشه از خوشحالی. من از مدیر گروه خواستم که شما به جای دستیارم همراه هم باشید. ایشون قبول نمی‌کرد، ولی من به ایشون گفتم که شما چقدر مشتاق سفر به اون طرف هستید. بله مشتاق، خیلی مشتاقم. منتها یه سری به دفتر بزنم چون کار دارم. ببخشید آقای مشکینی، باید همدیگه رو ببینیم. راجع به سفر و قرار حرکت باید با هم صحبت بکنیم. سلام، میشه آقای نصرتی هستم، به جای آقای بکتاش اومدن. آقای نصرتی، آقای مشکینی هستن از همکارای جدید. بله، ذکر خیرشون از آقای کمالی خیلی شنیدم. راستی ایشون خیلی اصرار داشتن همراه شما به ماموریت اهواز برن. خیلی ممنون، ایشون لطف دارن. پس یعنی من از همین الان توی برنامه هستم دیگه؟ بله بله، اصلا نگران نباشید، اسمتون رو به تابلو اعلانات زدم. نه اصلا نگران نیستم، از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجم.
ای خدا بیچارم کردی. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اگر با من نبودش هیچ میلی، آقا چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ جونم آقا بفرمایید. اصلا نباشید. خیلی متشکرم. ببخشید شما میدونید الان این آقای بکتاش کجاست؟ اتاق تصویر بردارا یا فکر میکنم تو اتاق 123 باشه. تو دل جنگ، خط مقدم، تو خود اهواز. اکه هی بابا مصبت شد. خط مقدم کدوم مرد حسابی؟ اهواز امن امانه، مردم دارن توش زندگی میکنن. من نمیفهمم تو چی میگی. بابا ای والله دست خوش. یادت رفته؟ عروسی داداشت یادت رفته؟ عزیز من، جان من، اون اوایل جنگ بود. دشمن تا نزدیک شهر اومده بود. اهواز زیر آتش توپخونه بود. به همین دیگه. آخه خط مقدم که شاخ دم نداره. بی خود شلوغش نکن صادق. اهواز الان هیچ خبری نیست. بابا جون 48 ساعت میری فیلم میگیری برمیگردی میای دیگه. کاری نداره. کجا؟ خط مقدم؟ زیر تیر تفنگ؟ بازم میگه بابا جون اهواز یه شهر ساکت و آرومه. تا خط مقدم میدونی چقدر فاصله است؟ امروز که بری چهارشنبه اینجایی. تا اون موقع جای منم تثبیت شده. یا گروه علم و صنعتم یا گروه شعر. وقت رو میبرم پیش خودم. میشی فیلم بردار ثابت گروه. اونجا دیگه نه از جای خبری نه از جبهه. آخه به تو هم میگن رفیق. ببینم مگه تو وام نمیخواستی؟ مگه دنبال فرصت نبودی؟ بری و برگردی وامت جوره. فقط کافیه تو را دم کمالی رو ببینی. از تو خوشش میاد جون صادق. تا حالا چند بار بهم گفته. سعی کن بیشتر تو دلش جا کنی. اینقدر خودتو نباز خوب نیست. بیا برو. فقط کافیه تو را دم کمالی رو ببینی. آقا کی میرسیم ما؟ کمی طاقت بیارید. چیزی نمونده. بالاخره میرسیم. من که دیگه طاقت ندارم. دلم میخواد همیشه زودتر برسیم. آدم باید جلو اشتیاق خودشو بگیره. کمی این میل پر زدن رو در خودتون مهار کنید. بالاخره میرسیم. خدا کنه زودم برگردیم. راستی به خانواده گفتید کجا میرید؟ بله به اونام گفتم. خیلی هم اتفاقا خوب برخورد کردم. ضمناً وصیت هم همه رو براشون نوشتم. اگر بودی مربی، اگر نامهربان بودی مربی، وصیت نامه صادق مشکینی قبل از خلاصه ببخشید من این خوابو برات دیدم. منظوری نداشتم. آقا انگار آتش بس دادن. ببینم اینجا که خبری نیست. خبری بود روزای اول جنگ. اینجا هم امنیت نداشت، اما همون اولش دشمن عقب روندن. عجب. پس اینجا امنیت داره؟ به لطف خدا بله. یعنی خطری برای کسی نداره؟ نه امنه. ببینم ما هم اینجا کار داریم دیگه. بله امروز کارمون تموم بشه فردا برمیگردیم. شد. چی حیف شد؟ میدونید خیلی دلم میخواست تو خط مقدم جلوی دشمن وایسم و بگم آخه نامردای روزگار از جون این مردم چی میخوان؟ نه نمیشه. آدم تا اون جلو نباشه و نجنگه نمیتونه آروم بگیره. میدونی آقای کمالی خیلی دلم میخواد یه دونه همون شالایی که دور گردن سربازاست بخرم. خیلی قشنگه. اسم خوبی داره. چفیه. آره چفیه. یادم باشه حتما یه دونه بخرم. آقا همین خوب. گفتم یه یادگاری بگیریم بگیم ما هم رفتیم خط مقدم جبهه، یه مدرکی چیزی با خودمون ببریم. میدونید از شما خیلی خوشم اومده. عهد کردم برای سفر بعدی شما رو با خودم بیارم. نه خیر، آقا واسه ما نقشه ها کشیده. خدا لعنتت کنه بکاش. بله؟ چیزی نه خیر، یعنی بله گفتم که انشالله قسمت بشه که بازم با هم دیگه همسفر بشیم.
ما که از خدا میخوان انشالله بریم دیگه. فعلا که ما منتظریم. میتونید امروز فردا صبر کنید بلکه بیارنشون اهواز. نه آقا ما کار داریم. حالا کجا هستن؟ لب کرخه. اگه عجله دارید میتونید برید اونجا. فعلا توی اردوگاه موقت هستن. حالا این کرخه چیه؟ کجا هست؟ رود کرخه جلوتره. نکنه خط مقدمه. بی خود دلتو خوش نکن. از کرخه تا خط مقدم کلی راهه. کرخه نزدیکه همینجاست. مطمئنی؟ بله تا جبهه خیلی فاصله داریم. برات متاسفم. خواهش میکنم چاره چیه؟ بالاخره باید واقعیت قبول کرد دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنون. میبخشید این اسرای عراقی کجا هستن؟ اون طرف رودخونه توی اردوگاه. ما فیلم بردار تلویزیون هستیم، میخواستیم بریم اون طرف. کارت تردد دارین؟ بله کارت ترددم الان میدم خدمت. نه از اینا نه، کارت تردد. خب اینم برگ مأموریتی دیگه، چه فرقی میکنه؟ نه خوی، از این رودخونه به اون طرف منطقه جنگی به حساب میاد. باید کارت منطقه جنگی داشته باشی. منطقه جنگی؟ اون طرف منطقه جنگیه؟ بله. خیلی ممنون. با اجازهتون ما مثل اینکه آدرس اشتباهی اومدیم. چی شد؟ چرا برمیگردید؟ نمیشه رفت اون طرف آقا. اون برای رودخونه جنگ نمیذارن بریم. صبر کنی ببینم موضوع چیه. منطقه جنگی. خدایا دستم به دامنت. از این جلوتر نمیتونم بیام ها. قربون اون جلال و جبروتت، قربون بزرگیت برم. ما طاقت نداریم. این خطر یه جوری از سر ما رد کن. یا خدا ما گرفتاریم. 500 تومن صدقه نذرت میکنم که سالم برگردم. ما خیلی گرفتاریم. زن و بچه، پدر، آخه همه چشمران ما رو دریا. چاره نداریم، باید برگردیم. برگردیم؟ بله مجبوریم. یعنی دور بزنم؟ آره دیگه برگردیم. نصب کرده بودم وقتی اومدم خط مقدم جبهه 500 تومن در راه خدا بدم. خدایا شکر. تو چقدر خوبی. خب اول برم اهواز یا یه سره برم؟ برو صدا تبلیغات. کجا برم؟ اهواز صدا تبلیغات. برای چی؟ باید 2 تا کارت تردد منطقه جنگی تهیه کنی. شما همینجا باش، من برم کارت رو بگیرم و بیام. کارت تردد دیگه چیه خدا جون؟ قرار ما که منطقه جنگی نبود. من که خط مقدم نمیرم. خلاص. حالا هر چقدر دلت میخواد کارت تردد بگیر آقای کمالی. چجوری میخوای بری؟ آقا رو آقای مشکینی متاسفم. آقا منم متاسفم. شما چرا متاسفی؟ باور بکنید اصلا قصد نداشتم شادی شما رو خراب کنم، ولی شرمندم. آقا یکم دیگه کشش بدیم من سکته میکنم.
تو رو خدا حرف بزن ببینم چی شده. هیچی. حاج آقا سلیمانی نیست، رفته خط. خب کارت ترددو باید از اون میگرفتیم، حالا معلوم نیست که بر میگرده. راست میگی؟ خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی دیگه، باید برگردیم تهران. تهران؟ حالا ای داده بیداد. آقا دیدی چه خاکی به سرمون شد. افتضاح شد، افتضاح. ببینید آقای مشکینی، خودمون ناراحت نکنید، فدای سرت، انشالله دفعه بعد. چی رو خودمون ناراحت نکنم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اینقدر هم مهم نیست، باور بکنید من تمام سعی خودمو کردم. من احساسات شما رو درک میکنم. نه آقا، شما اصلا احساسات منو درک نمیکنید. شما نمیدونید من بدبخت چی دارم میکشم. گفتم که اصلا مهم نیست. ببینم شما دنبال چی میگردید؟ خدایا خودت رحم کن. خب میخواست همون خداست عزیز من، شاید حکمتی توش بوده. اعتراض با خواست او اصلا درست نیست آقای مشکینی. خواهش میکنم بیا برگردیم تهران. بله، چاره ای نیست، باید برگردیم. ولی آقای کمالی، من آخه چجوری برگردیم؟ میدونم خیلی مشکله، ولی راه دیگه هم نداریم، بدون کارت هم هیچ جایی نمیتونیم بریم. آخه مسئله سر اینه که ما با کارت هم جایی نمیتونیم بریم. برای چی؟ این شما که رفتی، بعد من هرچی استارت زدم دیدم روشن نمیشه. خب مسئله نیست، این بعضی موقع ادا در میاره، یکی دو تا استارت بزنین راه میفته. سویچ روشه؟ بله همونجاست. چرا خبر نداری؟ چند تا که سهله، 100 تا استارت هم بزنی روشن نمیشه. آقای کمالی استارت نزنید. آقا یه لحظه استارت نزنید، من یه تیکه سیم پیدا کردم الان درستش میکنم. تعجب میکنم این چه شده؟ سید، سلام سید. سلام. سه بشکم صادق، یکی نیست بگه عقلت کم اومد. آخه به ماشین چی کار داشتی؟ آقای مشکینی بله بعد نیست با آقا سید ما آشنا بشی. مخلص شما. این آقای مشکینی همکار ماست، سرور ماست، هرچی ازش تعریف کنم کم گفتم. عاشق جبهه و جنگ. از چهرهش مشخصه، نور بالا میزنه. اختیار داریم، ما مخلصیم. همین چند دقیقه پیش به خاطر اینکه نتونستم کارت تردد جور بکنم حسابی حالش گرفته شد، داشت پس میافتاد. کارت تردد کجا؟ منطقه جنگی دیگه، سمت کرخه. خب ایشالا درست میشه، شما یه بار دیگه سر بزن. ولی آخه حاج آقا که نیست، کی میتونه کارت بده؟ این حرفانی آقای مشکینی، اگه بخواد جور بشه میشه. البته. آقا یا علی، بریم آقای کمالی، بریم چیکار میتونیم بکنیم. بریم سید جون ببینم چجوری مشکل میتونی حل بکنی. ببینم شما رفتین اونجا. بزنم به چاک تا این سبله بر نگشته. خیلی خطرناک به نظر میرسه. ببینم خیلی کار داره. نه دیگه تموم شد. برو بریم. آقا بفرما درست شد، اینم ماشین درست شد، اینم کارت. جدی میگی؟ الله اکبر، چطوری جونش کردی؟ میبینی آقای مشکینی، حالا میتونی پر بزنی، پرواز کنی. بله واقعا نزدیک بود بپرم هوا. آقای مشکینی، ما جدا التماس دعا داریم، اون جلو میرید ما رو فراموش نکنید. چشم، من شما دعا باشه چشم. عجیبه،
این سید هیچ وقت توی شهر پیداش نمیشه، همیشه توی خطه. حالا درست وقتی کار ما گیر کرده یهو سر کلش پیدا شد. الله اکبر. خدا خیلی دوست داره. حالا شد میتونم برم. یه دقیقه اینجا صبر کن، آدرس اردوگاه رو بگیرم و بریم. خدا ازت خواهش میکنم همین یه بار اجازه بده برم دیگه. گفتم نه یعنی نه. همین یه بار تو رو خدا همین یه بار برم ازت خواهش میکنم. همین یه بار اجازه بده برم. همین یه بار یک بار دیگه اصرار کنی میدم بازداشت کنم. ازت خواهش میکنم. میفهم چی میگی. چی شده آقا؟ چرا ناراحتی؟ مگه تو هم میخوای برگردی عقب نمیشه. میخوام برم جلو. شما جلو نمیرین؟ بله نه خیر، ما میخوایم بریم اردوگاه اسرایی که تازه گرفتن. اونها رو یه ساعت پیش بردن اهواز. اردوگاه کسی نیست. راست میگی؟ خدا رو شکر. پس ما بر میگردیم اهواز پیش اسرای نازنین. منظورم اسرای جنایتکار بعضی پدر سوختهای بی تربیته. معذرت میخوام، ببخشید. بابا عجب سرگردون شدیم. باید برگردیم اهواز. ای بابا، من که اصلا دلم نمیخواد برگردیم. بابا ما تازه اومدیم منطقه جنگی. واه بوی خط مقدم میاد. به همین راحتی برگردیم. واقعا که ناراحت کننده است. خب دیگه مأموریت ما هم اینه، باید بریم اونجایی که اسرا هستن. کاریش نمیشه کرد. اگه میرفتیم خط مقدم چی میشد؟ خیلی خوب میشد. کم سعادتی یعنی همین دیگه. تناب لطفاً. نمیتونی ترچی بزن کنار. واسه چی آخه؟ عملیات شده تا 24 ساعت نه کسی میتونه بیاد نه برگرده. آقا ببین صبر کنم. واسه ببینم آقا جون. بفرمایید. بابا ما همین 1 ساعت پیش اینجا بودیم. نیم ساعت پیش به ما این دستور رو دادن. عجب حرفیا بابا، قربون شکل ماهت برم، ما کلی کار داریم. ولمون کن بذار برگردیم. آخه برادر عزیز ما میخوایم بریم از اردوگاه اسرا تو اهواز فیلم برداری کنیم. برادر عزیز، اگه امکان داره اجازه بدیم ما رد شیم. مأموریت ما فیلم برداری از اسرای عملیاته. غیر ممکنه، لطفا ماشین از سر برداری. حالا که نمیتونیم برگردیم، ای کاش میتونستیم بریم جلو. بله. عجب خوابی برای ما دیدی خانم. چیه؟ معصوم شدی؟ ببریم آقای مشکلی. چی شد آقای مشکلی؟
ببر بشینو بیمارستان. چیزیش نیست بابا، حالش خوبه، گرما زده شده، چیزیش نیست، بیمارستان لازم نیست. حالش خرابه، ببریم بابا. بلندش کنی بندازیم ماشین رو بریم. یواش از دژبانی که نمیزنه رد شی. بیمارستان کجاست؟ کدوم طرفه؟ بیمارستان سرای 20 کیلومتر اونورتره. آی کجا داری میری؟ بگی بخواب. دارم میبرمت بیمارستان. آره خوبه، بیمارستان خیلی خوبه. ببینم از پل چرخه کی رد شدی؟ اصلا رد نشدی. دارم میبرمت بیمارستان صحرایی. بیمارستان صحرایی کجا؟ 5-6 کیلومتر جلوتر. جلوتر یعنی کجا؟ به طرف خط مقدم؟ خط که نه، ولی نزدیک هستی. بگی بخواب چرا بلند شدی؟ بیمارستان همین طرف هست. من حالم خوبه، من اصلا طوری نیست، خوب شدم، اصلا احتیاجی نیست بریم بیمارستان. من حالم خیلی خوبه. نگاه کن، حالم خیلی خوبه. صبر داشته باش، دکتر باید شما رو ببینه. نه خیلی لازم نیست ببینیم، من حالم خوبه، به خدا حالم خیلی خوبه، دیگه هم نمیلرزم. نگاه کن، سالمم، نگه دار. نه شما هنوز حالت خوب نشده. نه دکتر باید شما رو ببینه. خوبه، صحیح و سالم. تو رو خدا نگه، جون من نگه. بابا اصلا حرکت برام بده. شما یه چند لحظه نگه دار، من استراحت کنم، حالم خوب میشه. بابا تو رو قرآن نگه دار. مطمئنی حالت خوبه؟ آره بابا، خاطر جمع باش. توپم خیلی زیرکی. همین که بوی جبهه به دماغت خورد خوب شدی. آره ولی تا اونجا خیلی فاصله داریم. بیشتر از این هم نمیتونیم جلو بریم. کارتامون تا همینجا اعتبار داریم. چه خوب. یعنی چقدر بد شد. آره بد شانسی آوردیم. نمیتونیم جلو بریم، نمیتونیم برگردیم. راستی اونجا رو نگاه کن. یه ایستگاه صلواتیه، یه استراحتگاه برای رزمنده ها، آرایشگاه، حموم، نارخوری، از اینجور چیزا داره. موافقی بریم یه نهاری بخوریم و برگردیم؟ برگردیم؟ متاسفم، ناچاریم برگردیم. بله البته درسته، گاهی اوقات آدم باید پا رو تمایلاتش بذاره. میگم اگه قرار برگردیم خب یکم زودتر برگردیم، چه اشکالی داره؟ نمیخوای دوش بگیری؟ نه قربونشون، حالتو جا میاره. آره من حالم خوبه، فقط هر چه زودتر نهار بخوریم که چیه؟ بد جوری گرستم. این ماشین علی سمیعیه، ببین به چه روزی افتاده، آبکش شده. خدا کنه اتفاقی براشون نیفتاده باشه. باید همین طرفا باشه. عجب سری زدن. گمون نکنم دیگه کسی تو رو بشناسه. قیافت کلی عوض شده. سلام علیکم بابا، شما کجایی؟ سلام علیکم آقای جون. نوچه حال شما خوبه؟ خسته نباشی. چه بلایی سر این زمون بسته آوردی؟ میبینی هنوز به خط دوم سوم نرسیدیم، 2 تا خونپاره بوم بوم این برنامه اون افتاد. اما ما فلنگو بستیم، پورتابل هم پورتابل، 2 تا ترکیش انقدر از توش هم کشیدیم. ای والا ماشین راه میره؟ آره بابا شانس آوردیم که آتیش نگرفته، بغل باکس سوراخ شده. راستی تو اینجا چیکار میکنی؟ از این دلاور بپرس. ما رو کشیده اینجا که چی؟ خطو ببینه. خدا توفیقش بده، خیلی دل داره. آقای کمالی مخلصا رو جمع. خواهش میکنم، وظیفمونه. ببینم قبلا هم این طرفا بودین شما؟ بله، زمان دانشجوییم هم فیلم برداری میکردم، هم یه چند تایی تانک ترکوندم. پس آرپیجی زن هستی؟ بله با اجازهتون. البته یه تیر بزرگ تانک بهم خورد که از اون وقت به بگینگی مقدار اوضاع احوالم به هم ریخته. عجب. بله حالا هم در خدمت شماییم دیگه. حالا آقای مشکینی از همکارای جدیده، انصافاً که جوون پاکیه. ببینم شما کارت تردد منطقه داری؟ آره میخواد؟ فکر کنم داره جور میشه. ببینم تا خود خطم میتونی بری؟ اگه بخوای آره. البته ما که احتیاجی نیست تا خط مقدم بریم.
ولی اگه بدیش به ما یه چرخ همین برا میزنی. باشه مال شما، به درد ما که نمیخواد. اینم از این بفرمایید. ببخشید من یه مأموریت فوری دارم، وقتم هم خیلی کمه، لطف کنید یه دستی رو سر روی ما بکشین. من حرفی ندارم ولی این برادرها نوبت گرفتن و ببخشید آقایون، من یه کار ضروری دارم، بعدم خیلی زود برگردم. این مأموریت حیاتیه، بیشتر از اینم وقت ندارم، باید هر چی زودتر برگردم. منو ببخشید. خب ما حرفی نداریم، کار شما که راه بیفته کار جنگ راه میفته. چاکرت هم هستم. برای سلامتیش یه سلامات. فکر میکنم از بچه‌های اطلاعات شناسایی بشه. قربونت هم یه جوری بزن که از این قیافه در بیام، میخوام خیلی تغییر بکنم. رو چشم حتما. خوب همه جا رو یاد گرفتی ها، حسابی رو افتادی. یه خبر خوش، قضیه حل شد، میتونی بریم جلوتر. جلوتر یعنی خط مقدم؟ باز که بیتابی کردی، میریم جلو دیگه، چه فرقی میکنه کجا؟ تو نهار خوری منتظرتم، بعد از اصلاح بیا اونجا تا را بیفتیم. من رفتم. باشه حتما. سر بسیجی تبرکه، خدا شاهده بی وضو دست بهش نمیزنن. سر تو بالا بگیر، بسیجی سر بلند. آخه قربون خط میره منم شرمنده ماشین خراب، احتیاج به تعمیر اساسی داره، بعد برم شهباز. به به عجب چیزی ساختم. تمومه، بفرمایید. سلامتی رزمندگان اسلام صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرد حسابی که اینجا چی کار میکنی؟ من هر چی میکشم از دست تو میکشم. خونه رو ول کردی به امون خدا، اومدی اینجا که چی؟ به به آقای مشینی، نوکرتم به خدا. بابا ای والا شما هم که حلالی دمت گرم بابا. اینو میگفتی من درزه خونه رو تحویلت میدادم. نوکرتم. خیلی خوب بلم کن. خیلی خوب نوکرتم. حالا مایت شما هم هیچ خودت چرا خونه رو ول کردی اومدی نه بالا؟ اوسا به خدا من گرفتارم. خونه رو ول کردی به امون خدا؟ همینجوری ول کردی به امون خدا؟ شما نگران نباش، همین روزا برمیگردم 100% خونه رو تحویلت میدم. اوسا من عجله دارم، باید برم. یعنی کار مهمی دارم، کار واجبی دارم. این آمبولانس حقیقتش تعمیر اساسی میخواد، اینی که حتما باید برسونم شهباز. خیالت تخت باشه، شما برو به امان خدا، من خودم ردیفش میکنم. نوکرتم، شما اصلا نگران نباش. قربونت برم، دیگه سفارشت نمیکنم استاد جونا. خدا حافظت. عجب بابا، این بشر اصلا نمیشه شناخته. اشارم کفشو دویده باشد باش بکنم. خیلی ممنونم ازت. بذارید یه چیزی هم گیر ما بیاد بابا. بله؟ اگه نمیتونم جمع کنم خاک کفشاتونی که میتونم پاک کنم، نمیتونم. ببین پدر جان، من باید برم دیگه، فرصت ندارم. یه آقایی میاد اینجا دنبال من میگرده، یه پاش میلنگه، موهای جوگندمی داره، اسمش کمالیه. از طرف من بهش بگو صادق گفت. من دیگه طاقت ندارم، دیگه نمیتونم اینجا بمونم. ازش معذرت بخوام، بگو من حلال کنه. باشه پدر جان؟ باشه چشم. خیلی ممنون، قربونت برم.
ولی من بازم میگم باید ببرمش اهواز. اینجا درست نمیشه. این حرفو نزن. یا آمبولانس هم یا آمبولانسه. آخه دوباره خراب میشه نوکرتم. من یه کاریش میکنم، طوری درستش میکنم که دیگه خراب نشه. حداقل 2-3 روزی برات کار بکنه. بعد ببرش اهواز. هر بلایی میخوای سرش بیاری بیا. فعلا توی خط لازمش دارن. بپر برو یه استارت بزن اینم. این ماشین اگه میخواست درست بشه تا حالا درست ای بابا. درستش کنید جان. برو خیالت راحت باشه. تو این موقعیت نباید گذاشتی آمبولانس بخوابه. یا آمبولانس هم یا آمبولانسه. تو خط لازمش دارم. توکل به خدا. با مسئولیت شما ها. بازم گفتی. برو خدا باشه پناه. ان شاءالله که طوری نمیشه. قربونت برم. برو. آقا شما اسم کمالیه؟ بله. دنبال اون رفیق جوونه کی بود؟ صادق. دنبال اون میگردی؟ آره. خب بهت بگم دیگه طاقت نداره. نمیتونه صبر کنه. صبرش سر اومده. خب حالا کجاست؟ رفت؟ کجا رفت؟ پشت یه آمبولانس سوار شد و رفت. از کدوم طرف؟ فکر میکنم رفت طرف خط. رفت؟ باره؟ چرا جلوشو میگیری؟ نمیذاری بره گناه داره با؟ والا به خدا من جلوشو نگرفتم. خیلی عجله داره. ترمزش بریده. جلوشو نگیری میره تو دل دشمن. بابا این پسر دیوونه است. خیلی تو میره. آخرش کار دست با میده. ما رو بدین کی رو با خودمون آوردیم. اگه آخرش ما رو با خودش نندازه تو اچل شانس آوردیم. خدایا شکر جون سالم به در بود. نزدم ادا. شکرت خدا جون. شکرت. آره میدونم. ای کاش اینطوری نمیشد. خیلی بد شد. آره خیلی بد شد. خب خدا جون چیکار کنم؟ دست خودم نیست. خودت بهتر میدونی. زن، بچه، خونه، زندگی، پدر. بسه بابا صادق بسه. گند زدی. آخه خودشونم منم آدمم دیگه. یهو که نمیشه و غرق میشم. شنا بلد نیستم. منو ننداز وسطا. منو ننداز وسطا. این دفعه فقط این دفعه سالم برگردم. قول میدم به خودت ازم قول میدم که دیگه اصلا اینطوری نشه. اینجوریشو دیگه ندیده بودیم. اصلاحشو بکنه، قصهشو بکنه، را بیفته بره خط. یعنی چه؟ هر چیزی حدی داره. جونمونو که از سر راه پیدا نکردیم. خواهش میکنم فقط یکم درکش کنید. بابا ای والله تو دیگه کی هستی؟ برادر ترمز بریدی که بریدی دیگه چرا ما رو تو در سر میندازی؟ بفهمی پایین. بیا پایین بابا بیا پایین. یعنی چی؟ همین که سوار ماشین شده که چی؟ این همه ماشینه. خب یه ماشینی که سوار شد. آقا جون خسته شدم. میدونم ولی مگه ما قرار نذاشتیم که با هم بریم و با هم برگردیم؟ خب مرد مومن منم دارم همون طرف میرم دیگه. تو هم میخوای با من بیای؟ خب من از اولش هم دلم میخواست با شما بیام. پس چرا زودتر نگفتی؟ سوار شو که ناشیگری کردی.
آدم به کم طاقتی تو من نزد. خدا بگو ببینم انصافا دلت اومد بدونی که به من بگی راه بیفتی بری؟ پیش خودم گفتم اگه براتون توضیح بدم ممکنه مسخرم کنید. استغفرالله، چرا مسخرت کنم؟ این احساس طبیعیه. منم مثل شما بودم. منتها شما یکم فرق دارید. تون میری. منو ببخشین که باعث ناراحتیتون شدم. توف این زندگی که آدمو بیچاره خودش میکنه. شجاعت، دلیری، چه میدونم، همه این چیزا خوبه، اما هر چیزی اندازه داره. زیادیش خوب نیست، باید کنترلش کنی. قربون آدم چیزفهم، منم همینه میگم. ببین آقای کمالی، من میگم زن و بچه و خونه و زندگی جای خود، جبهه و جنگ و توپ و تفنگم جای خود. اصلا چرا اینو میگی؟ اصلا یه وقت پیش میاد آدم تو قلب دشمن پیش بره، خب میره بره، اصلا چه اشکالی داره؟ ما هم میریم. دماغش بله، خوشم اومد. آفرین. درست میگم یا نه؟ آره درسته. جون من، شما موافقی؟ بله که موافقم. جدی میگم، باور کنید. بابا ای والله. آخه قربونتون برم. اصلا وجود همچین آدمی تو واحد فیلم برداری تلویزیون یه غنیمته. شما این حرفو نزنید. به نظر من واقعا شما این چی بود؟ چی؟ اون تانکانا یکی دیگه هم اونجاست. اونا تانک های منهدم شده دشمنه. این منطقه یه زمانی دست دشمن بود که ازشون پس گرفتن. ببین لامصبا تا کجا اومدن ها؟ آدم لجش میگیره بزنه به سیم آخر بره تا برو جلو بزن کنار. نه بابا اینم آدمه، میفهم من چی میگم. آدم آهنی که نیست. ماشینی چرا گل میمالی؟ برای اینکه دشمن ما رو نبینه. دشمن؟ کو دشمن؟ این دیگه چی بود؟ نترس، توپخونه خودیه. پس از همین فاصله هم میتونه بزنه؟ این که چیزی نیست، تا 4 یا 5 کیلومتر میزنن. ما که همش 2 کیلومتر با خط فاصله داریم. 2 کیلومتر؟ آخه ما از اون یک باور کردنش یک از اون طرف اومد. آره باور کردنش مشکله. میبینی اصلا احتیاجی نبود به ما آمبولانس بدیم. اینجا دیگه آخرش دیگه. خط مقدم. چی؟ ظاهر بازم که بیتابی کردی؟ نه خط مقدم نیست، پیاده شو. دفعه آخری که با خودم میارمش عجب غلطی کردم. تو برای چی موندی؟ من میگم نمیخوام اینجا باشی، دوباره برمیگردی؟ شما الان باید خونتون باشی. برو. حاجی تو رو خدا، تو رو جان زهرا بذار بمونم. اصلا وسیله ای نیست من برم. برادر عزیز، من راضی نیستم تو اینجا باشی. چرا نمیفهمی؟ حاجی تو رو خاک اخویت بذار بمونم. تو رو خاک چرا نمیذاری منو قسم نده. برو آقا، برو عقب، برو اهواز، برو تهران. وسیله‌ش هم خودم براتون. تو رو خدا. آقای کمالی این فرمانده چقدر باحاله، خیلی ازش خوشم اومد. یه فیلم ازش بگیریم؟ بله. اون بسیجیه چطوره؟ اونم خیلی خوبه، خیلی خوب. آرزو داشتم جای اون بودم. آقای مشکینی، صوتو که شنیدی قبل از انفجار بشین بابا، ترکش میاد. خدایی نکرده لا اله الا الله. بله. آقای مشکینی
پاشو بیا که یه کار خیلی واجب داری. پاشو بیا. ببخشید برادر، تاوانی چی میدن؟ از اینا میدن. چی هست؟ پلاکه برای وقتی که افقی شدی. میفهمی که خدا از سر تقصیراتمون بگذره. چیز خوبیه برادر، اگه نگرفتی برو بگی. خیلی ممنون. نه لازم نیست، ما قراره 48 ساعته برگردیم. فکر نمی کنم کارمون به اینجا بکشه. انشالله. انشالله یا علی. آقای مشکینی، آقای مشکینی. بله. اسم پدرتون چیه؟ چی؟ اسم پدرتون. حسن. تاریخ تولد. من یا بابام؟ خودتون. 39 1339. آقای کمالی، آقای کمالی. بله. چی کار داری میکنی؟ یه کمی صبر کنید، باید براتون پلاک بگیرم. آخه من پلاک میخوام چی کار کنم؟ دستی میخواد منو به کشتن بده. آخه اینجا کجاست؟ یه واکی بگو ما رو بخوای بفرستی خط مقدم راحتمون کنی دیگه. سلام از کردیم آجا ها. سلامون علیکم. شما اینجا چه میکنی؟ خب من چیز دیگه این که به هر حال خب وظیفه است. بنازم به این تواضع. نخواستید بگید که اهل جبهه اید. الله اکبر. خب به هر حال گفتن نداشت آجا. خداوند توفیقتون بده. واقعا شرمنده شما شدم. ببینم شما قبلا این طرفا اومدی؟ بله آجا، یعنی تقریبا بله. عجیبه، پس چرا من تا حالا شما رو ندیدم؟ کدوم قسمت بودی؟ آجا تانک میترکوندم من. کی؟ تانک. تانک؟ بله. متوجه نمیشم چی کار میکردی؟ چیز دیگه اسمش چی بود؟ جیپ نه آقا، یه پی آر جی آقا میزنم. پی آر جی؟ نکنه منظورتون آر پی جیه؟ احسن، آر پی جی. اینقدر زدم بعد اینی که یادم نیست. احسن. اگر خدا حفظتون کنه. من واقعا شرمندم که اون رفتار رو با شما کردم. عیب نداره آقا، شما خودتون ناراحت نکنید. به هر حال کار دیگه پیش میاد دیگه. این چیه دیگه؟ آقا من پلاک نمیخوام. نکن پسر، این لازمه برای شناسایی هویت. بابا ول کن تو هم کن آقا. شما میخوای منو به کشتن بدی؟ ما اصلا اینجا چی کار میکنیم؟ ما قرار بود 48 ساعت بیایم اهواز رو برگردیم. چی میگی شما؟ بنداز گردنت آقای مشکینی، میگم وام تو بدن. بابا نمیخوام اون وام کوفتی تو. شما میخوای منو به کشتن بدی وام بهم بدی؟ اصلا نمیخوام بابا، دست از سرم ورداری. چی از جون من میخواین؟ بگیر آقا. نمیخوام چیه؟ به این تندی که شما میری کسی به گردت هم نمیرسه. لااقل یه نشونی داشته باش. آقای مشکینی، آقای مشکینی، بابا آقای مشکینی. بله سلام علیکم. حواست کجاست جوون؟ گفتم به هر حال منو میبخشید. من معذرت میخوام، اختیار داریم. خدا ببخشید. سلام آقای کمالی. حالتون خوبه؟ رسیدن بخیر. این چیه؟ من نمیخوام. ما اینجا کاری نمیکنیم که این مال رزمنده هاست آقای. این چه حرفی آقای مشکینی؟ اینجا همه باید پلاک داشته باشن، فرقی نمیکنه. تازه شما که ترمز بریدی بیش از دیگران احتیاج داری. نه این کم نیاد. یه وقت بعضیشون نرسه، اون وقت آخه ما که نمیخواد، یعنی چیز ما که لیاقت نداریم. بگیر آقا جون، این چه حرفیه؟ بگیر پسرم، این برای تعیین هویت لازمه. حالا دیگه یه کمی خیالم راحت شد. لااقل هر جا بری میشناسنت. باشه، دست شما درد نکنه. راستی آقای کمالی، پاتون در چه حالیه؟ از موقعی که یادمه از بچه. ببخشید، فکر میکنم ما دیگه خیلی کار داریم. شما لطفا اون دوربین آماده کنید. باشه چشم، با اجازه. چی شد؟ چرا ردش کرده ای بنده خدا رو؟ چند دفعه بگم حاجی جون،
من صلاح نمیدونم همکارام از سوابقم با خبر بشن. خیلی خوب باشه. خب حالا برای پات چه کار کردی؟ هیچی بابا، ولش کردم. دکترها میگن ژنتیکیه، ممکنه با تمرین و ورزش خوب بشه. راستی همکار جوون افتاده و متواضعی هستا. بله، مارم کلافه کرده. تا به حال آدمی به این شجاعت و پرشوری ندیده بودم. شما که منو میشناسی، خدا شاهد چندین بار اصلا منو جا گذاشتی که چی؟ زودتر خودشو برسونه به خط مقدم. الله اکبر. بله، من کنترلش کردم و الا الان اون جلوها بود. من یکی که بریدم، پا به پاش نمیتونم بیام. واقعا که پلاک برای این آدما خیلی لازمه. من و شما میفهمیم که احتیاط شرط عقله. این جوونا شور عجیبی تو سر. خدایا آخه اینجوری خیلی ناغافله. من اصلا آمادگیشه ندارم. زنم، بچم، پدرم. تو هم با این خواب دیدنت. ای داده بیداد، دوباره دارم میام. حتما یه آش دیگه بستم پختم. آخه خدایا این یارو صندوقیه رو دیگه از کجا فرستادی؟ خروس بی محل. آی مشکینی، اون مورد درخواست وام شما حله. جدی میگی ناجا؟ بله، شما وقتی اومدید تهرون بیاد دفتر مسجد وامتون رو بگیرید. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. حالا شما کی برمیگردی تهران؟ فردا پس فردا برمیگردم تهرون. سعی کن یه سری به من بزن. حتما التماس دارم. خداحافظ شما. من حتما دیگه باید برگردم. دیگه موندن من اینجا فایده نداره. میبخشید، من میخواستم بگم که حتما میخوای بپرسی کی میریم خط. صبر داشته باش، اگر بشه میریم. چشم. عجب گیری افتادیم و میخواد ما رو به کشتن بده. اصلا میدونی چیه؟ خر ما از کرگی دم نوشته. اگه پشت گوش دیدی منم دیدی. آره، همه یه فکر و ذکرش خط مقدمه. خستم کرده، هر چیزی هم حدی داره. عشق خط مقدم کشتتش. باید بهش بفهمونم که اینطوری اصلا درست نیست. خب ما مثل بقیه آدمیم، حالا یه اعتقاداتی داریم، اما نباید زندگی بکنیم. ببین آقای مشکینی، اصلا ما میخوایم برگردیم، جلو نریم. خط چیه؟ بس دیگه، بیشتر از اینش خوب نیست. حالا میخوای بری اون جلو چی رو ببینی که چی بشه؟ اینجا مثل خط میمونه دیگه. درست یا نه؟ آقای مشکینی، آقای مشکینی. ای بابا، این شوخی سرش نمیشه. چه زود به دل میگیره. ببخشید، یه نفر ندیدید که ریش داشته باشه، یه چفی هم دور گردنش باشه، لباسش هم خاکی باشه؟ خوب نگاه کن، نکنه منم. بنده خدا یه نشونی بهتر بده، اینجا که همه این شکلی هست. آقا ببخشید، شما این جوانو میشناسی؟ آره، سرمجه. میدونی مشکلش چیه؟ مشه؟ این بابا 2 روز دیگه عقدشه، ولی به خاطر عملیات نمیخواد برگرده. منتها حظی بهش گیر داده، باید برگرده. خیلی ممنون. یا علی. آقای اخوی، ببین عزیزم، آخه آدم باید حرف فرماندهشو گوش کنه. آخه تو نمیگه همین الان اون همه آدم تو خونه منتظر تو هستن؟
فکر عروس خانومو بکن، الان حالش گرفته است، نگران اومدن توه. پاشو با هم برمیگردیم. من کارم فیلم برداریه، خودم از مجلست فیلم میگیرم. پاشو مهمون منی، پاشو. چی میگی تو؟ حالت خوبه؟ ساکت بابا، طوری نشده، یه خورده خون پاچیده رو پیرنه. ساکت چیزی نیست، نگران نباش اصلا. الان میرم میدم ببرمش. خدایا عجب گیری افتادیم. این طرفا که نیست، یقینا رفته جلو. پسر پاک عقلش از دست داده، ما رو ملاف خودش کرده. اصلا ولش کن، گیرم که پیداش کردیم، بازم میخواد ور بزنه بریم جلو خط مقدم. آخرش هم معلومی چه بلایی سرم بیاره. اصلا بذار هر جهنم دره‌ای که میخواد بره. باید سریع گزارش بگیرم و برگردم. خلاص. آقا ببخشید، اینه صبر کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید، من میخوام برم کرخه که از اون طرف برم اهواز. این پل کرخه کدوم طرفه؟ یکم جلوتر یه تابلو هست، سمت کرخه رو نشون میده، اونو بگی برو جلو. مصطفی بیا بالا. خیلی ممنون، خیلی. من الان اونجا بودم، اینجا قرار دارم، وایسادم منتظرم بیان. شما بفرمایید شما. عجل معلق میمونه، مثل اینکه این از کرده تو مالو نکاشه بر نگرده. برادر سریع‌تر سوار شین. ببخشید آقا، این سربازا کجا میرن؟ برمیگردن عقب. عقب برای چی؟ برای ترمیم استراحت. نیروی تازه داره جاشون میره. یعنی آقا میرن اهواز دیگه نه؟ اهواز که نه، ولی تا نزدیکای کرخه میرن، مقرشون اونجاست. خیلی ممنون، قربون شما. آره نباید از دستش بدم، دیگه وقتشه. خدایا شکرت. گر ایزد ز حکمت ببندد دری، گر ایزد ز حکمت ببندد دری. گر ایزد ز حکمت ببندد دری. در دنبالش نمیاد دیگه. ببخشید برادر، بشه اینا برم ببنده. بله. اینم براتو. مال همی گردنی؟ بله. از بچه های همی گردنی؟
آره بله بینندگان عزیز، من از منطقه نزدیک به خط مقدم با شما صحبت میکنم. من خیلی خوشحالم از اینکه با شما آشنا شدم. البته این منطقه قبلا هم اومده بودم، بعد اون موقع من بیشتر چیز بود، یعنی مسئولیت تانک و این چیزا رو داشتم. حالا الله سریعتر خدا ماشالله خود رو اومدن خود رو بریدن دست خوش آقا داداش، مگه از جون سیر شدی خدای نکرده؟ چی شد؟ من جا گذاشتم خدا نکنه جا بمونی. باشو با هم بریم. باشو. نمیشه دونتر بری؟ چرا انقدر عجله داری؟ من هر چی زودتر باید برسم. دیگه زودش که فرقی نمیکنه، تا برسیم شب شده. اتفاقا شب خیلی بهتره، چون کسی نمیتونه چیزی ببینه. ببینم از بچهای اطلاعات شناسایی هستی؟ آقا جون من بچه هیچ جا نیستم. ایوالا خوب دهنت قرصه، خوش آمد. راستی که اطلاعاتی هستی. باریکلا محکم بشی. رسیدیم پیاده شو. مگه جلوتر نمیری؟ جلوتر که دیگه باید دستور حمله بیاد که بریم. یعنی چی؟ اون طرف خاکریز دشمن. دشمن؟ مگه شما قرار نبود برگردین عقب؟ نه کی گفته ما برمیگردیم عقب؟ بابا من از شما پرسیدم این سربازا کجا دارن میرن؟ شما گفتی دارن میرن عقب، میرن ترمیم بشن، میرن استراحت. مگه نگفتی؟ داد بیداد. ببخشید آقا، این سربازا کجا میرن؟ برمیگردن عقب. برای چی؟ برای ترمیم و استراحت. آقا من شرمنده‌ام. من فکر کردم مسئلات پشت آیفا رو میگفتی جون تو. مرد ازوی شرمندگی تو به چه در من میکنه؟ خدایا عجب گیری افتادم. بابا من باید برگردم، مگه حالی تو نیست؟ چرا نمیذارید به کارم برسم؟ ای خدا! آقا جون برادر من خیلی مخلصیم دیگه، آبمون نکن دیگه. من خودم یه وسیله برای جور میکنم برگردی عقب. چاکرتم یه دقیقه صبر کن. ما که سر از کار اطلاعاتی ها در نیاوردیم، میرن جلو میان عقب، کار میکنن. چه کنم؟ آخه چه گرفتاریه؟ خدا جون تو رو صدا کردم مثل که اصلا صدای ما رو آخه خدایا بابا میخواد چی کار کنه؟ اخوی یه دقیقه ببین داداش، این حاجی داره میره عقب، نمازشو بخونه راه میفته، تو هم میتونی باش بری. قربونت حاج آقا، خیلی ممنون. مخلص شما هم هستیم. نمازو بخونیم راه میفته. خب بله نماز که باید بخونیم، فقط یکم زودتر راه بیفتیم که دیر نشه. انشالله. ببین داداش اینم ماشینشه. خب دیگه با ما کاری نداری؟ ببخشید دیگه، عمدی نبود، پیش میاد دیگه. بابا بی خیال. خواهش میکنم، اشکالی نداره، پیش میاد دیگه. از صبح تا حالا که فعلا هی داره پیش میاد. چه کنم؟ من نمیتونم مثل اینا باشم. مگه گناهه؟
من الان باید برگردم. تازه اینا که مشکلات زندگی منو ندارن. فکر نمی کنم اینا خونه نیمه کاره داشته باشن، زن و بچه‌شون تو خاک و خل مونده باشن. خب اینجا همه خیالشون راحته، اما من مشکل دارم، نمیتونم اینجا باشم. چرا باید این بلا سرم بیاد؟ خدا جون، اگه بگم غلط کردم راضی میشی؟ بگم توبه راضی میشی؟ توبه 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 بابا، 100,000 بار توبه. آخه ما رو نجات بده از اینجا. فکر زن و بچه‌م باش، اونا چشم بران خبر ندارن، نمیدونن چه بلایی سرم میاد. ای وای، نکنه خواب الهه تعبیر بشه. بابام طاقت جنازه منو نداره ها. خدا جون دمت گرم، بذار برگردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. اخوی مثل اینکه شما داره دیرتون میشه. آره بله. پس پاشید که قربون شما بفرمایید، من دارم میام. خدا خیرتون بده، خدا بچه‌هاتون رو براتون نگه داره، خدا انشالله عوضتون کنه. منظورم اینه که یعنی خدا انشالله عوض بهتون بده. با این حرص جوشی که میخوری معلومه مسئولیتت سنگینه جوون. چی کاره ای؟ والا من تخصص قبلیم چیز بود، تانک میترکوندم. عملی ماشین شما رو زدم، ماشین دیگه نداریم. معاونت کی میاره؟ ای بابا، اینم یک سره خود تو سر ما. چرا باید اینطوری بشه؟ واسه چی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ چه خطایی مرتکب شدم که باید این بلا سرم بیاد؟ آخه این چه کاریه؟ چه بلاییه که داری سرم بیاری؟ چرا اینقدر منو این طرف اون طرف میکشی؟ یا علی اخوی صبور باش. تا کی؟ صبر تا کی؟ طاقت تا کی؟ چرا کسی نمیفهمه؟ چرا حالیتون نیست؟ آخه با چه زبونی بگم؟ من باید برگردم عقب. شوخی گرفته؟ دستم انداختی؟ آره من مسخرم، من بدبختم، ذلیلم. چرا زلف مرا بشکست لیلی؟ اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زلف مرا بشکست لیلی؟ چی شده؟ رفیقت شهید شده؟ بنده خدا، لابد خبر بدی براش آوردن. هر کی جای اینا بود میپاکید. میشناسدش عملی؟ نه، ولی یکی میگه و بچه‌های اطلاعات شناساییه. همینه دیگه. اطلاعات یا حرفی را که نمیتونه بگن.
حتما یه مطلبیه که به این حال افتیده. خدا توفیقشون بده. زنده باشی دلاور. چیزی نیست، بذارید یکم استراحت کنه خوب بشه. شما که میخواستی برگردی عقب چطور از اینجا سر در آورده؟ نمیدونم به خدا، خودم هم نمیدونم. بخواب، یکم استراحت کن، توکل داشته باش، درست میشه. چیزی نمیخوای؟ چرا؟ فکر میکنم شما دیگه منو شناخته باشی. من هیچ کدوم از اونایی که همه فکر میکنن نیستم. من اصلا قد یه حرفا نیستم. اشتباهی تو شما هم بر خوردم. دیگه نمیتونم نقش بازی کنم. دلم میخواد برگردم سر خونه زندگیم. فقط یه ماشین جور کن منو برگردون عقب. همین. والا الان که دیگه ماشین نیست، انشالله فردا صبح. با همه این حرفا یادت باشه هر کسی نمیتونه تا اینجا بیاد. باید اهل دل باشه، با حال باشه، خلاصش راست باشه. ولی من هیچ کدوم اینا نیستم. نمیشه نباشی. اگه نبودی تا اینجا راد نمیدادن. بله. ببخشید، پس منو کی میبره عقب؟ دیگه خودت باید برگردی. بگیر آزاد، همین جاده رو مستقیم بری کرخست، رسید اونجا ماشین رو بذار ایستگاه سلواتی به سلامت. پس بقیه کجان؟ رفتن جلو. یعنی هیچکی نیست به شما کمک کنه؟ نه آقا شما برو، من خودم یه کارش میکنم. خدایا، یعنی من دارم بر میگردم. یعنی چی کارش کنم؟ نظر شما چیه؟ ببخشید. باشه چشم. باشه. پس بالاخره یه کمک با خودت آوردی. یدالله زود باشین که تانکاشون دارن میرسن به کانال. برید ببینم چه کار میکنید. یا علی. چرا بهش نگفتی؟ من کمک تو نیستم. چرا بگم؟ تو که تا اینجاش کمکم بودی. دست درد نکنه، زحمت کشیدی، خوش اومدی. راستی حالا که داری برمیگردی زحمت اینا رو بکش. اینا چیه؟ وصیت‌نامه، عکس یادگاری، از اینجور چیزا دیگه. از میشه که اینا رو بی زحمت داشته باش. کرخه رسیدی همه رو بده گرانگاه تعاون. با اجازه. خدا نگهدارت باشه.
بس دیگه، بذار برگردم. خط مقدم چه میدونم، ببر هرچه دلت میخواد ببر. بیا اینجا بینه مخوی، چه کار داری میکنی؟ گوش کن ببین چی میگم. به یدالله بگو پیاده تانک ها دورمون زدن. اگه یه دونه از اون خرچنگ ها از رو پر رد بشه، یا حسین کار بچه ها تمومه. بگو اون پول باید بسته بشه تا ورق برگرده. بودو بینم، برو تا دیر نشده. آقا جون صبر کن. آقا ببین تو اینجا چی کار میکنی؟ چطور اومدی این طرف؟ بیا ببینم. بودو ببینم. بیا مگه قرار نبود برگردی عقب؟ واسه پیغام آوردم. اون فرماندهتون اسمش چی بود؟ کدوم یکی؟ حاجی گفت بهت بگم که خب پیاده‌های دشمن دوره‌شون زدن. خب بعد نمیتونن از اون طرف تانکا رو بزنن. اوضاع خیلی خب مبادا بذاری این خرا چی؟ اسمش چی بود؟ خرچنگ. آره این خرچنگ ها از تو کنار رد شن. کنار باید بسته بشه. به چی نگاه میکنی؟ تو چرا این پیغام آوردی؟ چی شده مگه؟ تو اصلا میدونی کجا اومدی؟ نه کجا اومدم؟ نکنه خط مقدمه؟ بعد یا خدا اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه هم راه برگشت نداری. برای چی؟ برای اینکه اینجا تو دید مستقیم عراقی هست. نگاه کن. ببین تو چطوره اومده اینجا؟ خب حالا نگران نباش، عوضش اگه خرچنگایی رو که گفتی بزنیم برق بر میگرده، اون وقت راحت میتونی برگردی. فکر میکردی چی شد؟ 50 مترم جلوتر از خط مقدم. الله اکبر! الله اکبر! داره میاد. یکی بزنش! بگی بزنش خرچنگه بزن بگی بزن خرچنگ داره میاد. خود به دستان نگاه کن ببین من چه کار میکنم.
طورم نشده. منو ببر کنار سنگر. اون RPG رو بده به من. آقا صادق یه گله دیگه بذار. بگیر. باش داره میرسه. اون تانک باید وسط کانال بمونه. حالا بذار روی دوشت. بله بذار روی دوشت. شلیک کن. من آقا صادق. بله آقا صادق من دیگه نمیتونم. من نمیتونم. یکی باید مثل خودت بیاد. آقا صادق داره دیر میشه ها. معطل نکن. بذار روی دوشت. بابا شما اشتباه میکنی. من اصلا اونی نیستم که شما فکر من نمیتونم. این تویی که اشتباه میکنی. هیچ کدوم از ما عین هم نیستیم. زود باش. اون تانک نباید از کانال رد بشه. یالا داره میره. زود باش. بلند شو. یالا دیگه. زود باش. عجله کن. بزنیش. اینجوری؟ آره زود باش. من که گفتم نمیتونم. بابا من این کاره نیستم. آخه چرا قبول نمیکنی؟ من نمیتونم بزنم. ثابت میکنم که تو اشتباه میکنی. یالا پاشو. ولی پاشو دیگه. پاشو یالا یه گوله آماده کن. اصلا سعی نکن نشونه بگیری. فقط نگاش کن. بعد دل بسپار به صاحبش و شلیک کن. پاشو پاشو. چی شد؟ چی کار کردی؟ بابا عجب روحیه‌ای داره ایالت. باریکلا. چطور مگه؟ هیچی. گویا قبل از من کسی بهش خبر داده بوده. ولی قرار نبود کسی بهش بگه. آره قرار نبود. اما یه جوری حرف میزد که انگاری از خیلی وقت پیش میدونسته. نکنه شاید ببینم شما بهش گفتی که من زخمی شدم؟ آره اما خب میدونی زخمی نه. اصلا نذاش من حرف بزنم. به من گفت آقای بکتاش من خودم میدونم. ای داد بیداد. گمونم خراب کردی آقای بکتاش. برای چی؟ الان فکر میکنم بله افقی هم شدم. نه بله با اون خوابی که خانوم برای من دیده بود فاتحه ما رم خوندن. صبر کنید ببینم مطمئن اینجا بردنش؟ همکارش گفت اینجا. بعید اینجا چرا بردنش؟ اینجا که ها بابا تو رو خدا
ساکت، من به خدا هیچیم نشده، سالمم. به به آقای مشکینی، سلام. یهو کجا غیبت زد؟ بالاخره کار خودت کردی. میدونی چقدر منطقه رو دنبالت گشتم؟ شنیدم از خط مقدمم جلوتر رفتی. خط اول مقدم؟ جداً به پاکی و خلوص شما قبطه میخورم. دعا بفرمایید خداوند ما رو هم هدایت کنه. اختیار دارید. من یه همچین لیاقتی رو ندارم. حالا که اینجور شد بذارین یه خبر خوش بهتون بدم. من تصمیم گرفتم از این بعد تو هر سفری که به جبهه میرین همراهتون بیام. بله جدی میگین؟ هر سفری؟ همراه هم؟ البته سعی کردم یه چیزی بهتون بگم که جا که خوردم. اصلا انتظار شنیدنشو نداشتم. اگر با من نبودش هیچ میلی، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا زخم مرا بشکستیلی، چرا زخم مرا بشکستیلی، به من آن با وفا را کار باشد، به من آن با وفا را کار باشد، گدایی من را باشد، گدایی من را باشد. یقین دارم که با من مهربان است، شکسته اون مرا آرام جان کسی باور نمیکنه خانمی پیدا شده که هر کسی شوهرش میشه یه شب پولدار میشه، یه شب معروف میشه و یه شب هم به قدرت میرسه. هی لعبت شیرین کار شهرام شو، ای فرآمد خوبان جهان. دانشگاه میری؟ خواستگارا دم در خونه خانم صف میکشن، اما این خانم هم از پول بدش میاد هم از شوهر. من دوست دارم با مردی ازدواج کنم که متکی به خانواده‌اش نباشه. خب دیگه چه میشه کرد؟ واسه همینم این خانم پولاشو به این و اون میبخشه و به این آسونی هم به کسی بله نمیگه. حالا خودتون قضاوت کنید، میشه این فیلمو ندید؟ بله که میشه، ولی نمیشه داستانشو نشنید. من عصبانی میشم دختر و پسر و مرد و زن عالم نیستا. ببخشید مگه قصه این فیلم چیه؟ با من ازدواج کنید. قصه این فیلم قصه عروس خوشقدمه. البته واسه بعضیا خوشقدمه و برای بعضیام نه. قصه انقدر قشنگه که یک عالمه هنرپیشه خوب سینما رو دور هم جمع کرده تا توی این فیلم یه بازی خوب و به یاد موندنی داشته باشن. ماهایا پتروسیان، اینجا باید شب‌های خوبی هم داشته باشه. محمد رضا شریفینیا، بهنام نامجو، پارسا پیروزفر، پول دوست داری؟ امین حیایی، ادب مرد به دولت، چنگیز وثوقی، حسام نواب صفوی، بفرمایید، و فرهاد عایش. توی مملکتی که همه دنبال پول میدوئن، خانومی پیدا شده که پولای قلمبه حتی یک لحظه هم رهاش نمیکنه. به علاوه کلی هنرپیشه خوب دیگه، همه در فیلم عروس خوشقدم. با هم در میاریم، با هم میخوریم.
عروس خوشقدم. سلام علیکم. رنگ تو رنگ، چه عشق عزیزم، چشم تو چشم و حرف تو حرف. بهنام خوشمزه و خوشنام. عروس خوشقدم، کاری از کاظم راستگفتار. عروس خوشقدم. تو تا روز تولدت فرصت داری که شوهر کنی. این یه داستان واقعیه. گرچه همیشه یه عده بیکار هستن که معتقدن این قصه سرتاپاش چاخانه. نان، عشق و موتور هزار. تا دردسرای زندگی یک کمدین محبوب سینما رو دیده بودین؟ واسه من بازیگر شدی هانی جون. خوب آنتونیو باندراس نشدی. اگر کمدینی برای خودت باش. من به کارهای کمدیا دست نمیخندم. نخود دست به کجا میزنی؟ مگه دست خودته؟ آقا جون خلاف کرده باید سفت بازداشت بشه. بذار اینو تو حلقت فرو کنم. خوب اشتباه کردم. آقا جون دیکسای مستعجل که گوش میده. صدای ضبطش هم تا پوست زیاد میکنه. از همه هم بدتر دهنش بو پا میده. آقا یکی 2000 غیرت اضافی نداریم این قرض بدیم؟ سر تخته بشینه. من به این جلد بی سر و با، به این بچه مطرب دختر نمیدم. دختر نمیدم خواهر من پا تو این خونه نمیذارم تا این پسر جلد تو این خونه هست. امروز پسرم از زابه در میکنی. سیغه که والا من که اصرار ندارم همچین کاری. فردا دخترمو تو مگه زنگ نزدی گفتی هیچ کس خونمون نیست، باباتم آخر شب میاد. من اون موقع گفتم، همین الان اومد. باش فردا خودمو. نایب تنتو چرب کن که دارم میام. نایب خاک بر. و این تازه آغاز ماجراست برای به وجود آوردن لحظاتی شاد و دیدنی برای شما. چشیست به خدا چشمه آبه، خورشید تو چشات یه عمر خوابه، گوشه چشات یه دونه خاله، چشماتم مثل خودت باحاله. ای وای که دارم اسبا میافتم، خوب شد تمام حرفامو گفتم. بهترین کمدینای سینمای ایران همه با همه جمع شدن تا شادترین لحظات رو برای شما به ارمغان بیارن. جواد رضویان، رضا شفیعی جمع، علی صادقی، بهاره افشاری، افسانه پاکرو، بهنوش بختیاری، یوسف سجادی و احمد پورمخبر، پروین قائم مقامی. زندگی شیرین، کارگردان قدرت الله صلح میرزایی.